6. ونسان جلابه‌ای با طرح بمب و دینامیت و جرقه‌های انفجار تن کرده بود. 20 سالش بود. دیوارهای اتاقش هیچ تزئینی نداشت. روبروی تختی باریک نشسته و آرنج‌هایش را روی میز سنگین چسبیده به دیوار گذاشته بود و تسبیح در دستانش می‌لرزید. فرزند ارشد خانواده تواج ابروهای پرپشت و ریشی زبر و قرمز داشت. نفسش می‌لرزید و به زحمت بالا می‌آمد. نگاه همیشه کجش بازتابی از زجر درونیش بود. از میگرن عذاب می‌کشید و بانداژش قسمت فوقانی سرش را متراکم کرده بود. لب پایینش به خاطر گاز گرفتن کبره بسته و پف کرده بود. در حالی که لب بالایی نازک و سرخ و لطیف بود. روی میز روبرویش ماکت عجیب و خوفناک یک ساختمان بود. در حالی که پشت سرش آن طرف دیوار این صدا به گوش می رسید. مامان، مادرش از آشپزخانه داد زد. چی شده؟ آلن آهنگای شاد میخونه. وای نه، بگم چی کارت کنم؟ کاش به جای این بچه تخس مار افعی به دنیا می آوردم. لوکریس به راه رو آمد و در اتاق آلن را باز کرد. قطعش میکنی یا نه؟ چند بار باید بهت بگم ما نمیخوایم به این سرودای شاد مزخرف گوش بدی. مگه مارش خاک سپاری و واسه سگ ساختن؟ میدونی این آهنگا چقدر حال برادرت رو بد میکنه؟ سرش درد میگیره. اتاق آلن را ترک کرد و به اتاق ونسان رفت و روی زمین با ماکت ساختمانی فرو ریخته مواجه شد. او اختراعت داشت تموم میشد؟ رو به آلن فریاد زد. نگاه کن موسیقی چه گندی بالا آورد. واقعا باید به خودت افتخار کنی. همین لحظه پدر خانواده هم وارد شد. چی شده؟ مرلین پاهای بیحالش را روی زمین کشاند و به آنها ملحق شد. حالا هر سه آنها، لوکریس، مرلین و میشیما، دور ونسان حلقه زده بودند. خانم تواج داد زد. میگی چی شده؟ بازم آقا پسرتون خرابکاری کرده. شوهرش پاسخ داد. اون پسر من نیست. ونسان پسر منه. این یه تواچ واقعیه. مرلین پرسید. پس من چی؟ منم تواچم. میشیما بانداژ سر ونسان را نوازش کرد. چی شد؟ ماکتت خراب شد؟ مرلین پرسید. ماکت چی بود؟ ونسان با بغض و افسوس گفت. ماکت یه شهر بازی که توش خودکشی میکنن. ماکت چی؟